سلام دوستان، من هستم و خوش اومدید به خودمونی. امروز یکی از بهترین دوستان مهمون من شده. سلام کنم. اول من مهشیدم، معماری خوندم، در حال حاضر نویسندگی میکنم و خیلی خوشحالم که مهمون این اپیزود پادکست حسینم. موضوع امروزمون درباره افسردگیه. بله. و چون من و تو یه جورایی یه دوره افسردگی خیلی طولانی و هم گذروندیم و هم در حال هم حاضر داریم توش هستیم میگذرونیم. آره به نظر من سعی کردم خیلی روی این موضوع کار کنم و صدام هم گرفته و اینکه گفتیم یه گفتگوی خودمونی داشته باشیم درباره این موضوع افسردگی که این بلای خانمانسوز چیه که درگیر میکنه آدمو. خانمانسوز واقعا از صمیم قلبم اینو میگم. یکم توضیح بده از افسردگی. البته الان یکم بهتر شده قضیه، چون که خب من رفتم تحت درمان عملا خب و خب یه ذره بهتر شده اوضاع، ولی خب افسردگی چیزی نیست که بتونی یه روزی قاطعانه بگی که من دیگه کلا رها شدم از این قضیه. یعنی ممکنه مثلا وسط جمع دوستات نشستی، خیلی خودمونی جمع، خیلی با هم خاطره دارین، خیلی اوکیین، بعد یهو وسطش تو بری توی فاز دیگه ای. یعنی واقعا ممکنه یه همچین چیزی. تجربه کردم اینو. یعنی ببین، البته اینو اول بگم که ما متخصص نیستیم، نه. هیچ نظر تخصصی نمیخوایم بدیم اینجا. نظرات خودمونه. آره، اون چیزیه که زیستش کردیم. و اینکه افسردگی جداً چهره نداره. یعنی خود تو رو معمولاً اطرافیان به آدمی میشناسن که خیلی خنده روه، همیشه خیلی مثلا جمع و گرم نگه میداره. شخصیتت یه جوریه که مثلا توی هر جمعی باشی سعی میکنی اون جمع رو زنده کنی و بخندونی. من همیشه به تو میگفتم که تو خودت یه طنز زنده ای، ولی کسی نمیدونه درون تو چه خبره و تو چه افکاری الان تو سرته و چیو داری از سر میگذرونی. و فکر نمی کنم چیزی هم باشه که کمکی از سمت یه دوست بتونه بهت برسه، از بیرون بتونه کمکت کنه. نهایتا باید از این متخصص کمک بگیری و اقدام کردن برای رفتن پیش یه متخصصم سخته گاهی وقتا. یعنی یه جاهایی تو انقدر غرق میشی توی این قضیه که حتی نمیتونی از جات بلند شی و یه کاری برای خودت بکنی، یه قدمی برداری برای خودت. میدونم. من یه جورایی یه توضیح مختصر مفیدی بدم. تو که میدونی من از سن 12 سالگی وارد یه دریچه افسردگی شدم. دریچه واقعا باید بگیم دریچه، یه چاله، باید بگیم یه چاه، یه چیز وحشتناک. سیاه چاله. وارد یه دوران افسردگی 12 ساله هم شدم. یعنی 12 سالگی بعد 12 سالم افسرده بودم. این وسط تو افسردگی یه جورایی خیلی درونگرا هم شدم. تو انتخاب رفیق دوچار مشکلات بودم. بعد من یه آدمی هم حتی الانشم از تنهایی میترسم و تنهایی خیلی میزنه، داغونم میکنه اینا. من خیلی تلاش کردم افسردگی رو شکست بدم. چندین بار رفتم پیش متخصص و روانکاو و روانشناس و نمیدونم روانپریش، نمیدونم چی که فکر کنی من رفتم. خب خیلی ها بهم پیشنهاد دادن این ور برو اون ور برو، این کار کن. من انجام دادم، نشد تا بهمن سال 98 که گفتن آقا کرونا اومد، قرنطینه. گفتم یا اول فضمنی که آفرین. حالا اگر برای همه اینجوری بود، اوجش بود و وحشتناک بود، ولی برای من ورق برگشت تو کرونا. پسر من عادت دارم میگم پسر دختر، من عادت داشتم خب تو جمع باشم و اینا. افتادیم تو قرنطینه با بچه ها، با حالا دوستایی که میشناختیم آنلاین تلفنی، خود چقدر تصویری صحبت کردیم، چقدر بازی من میکردم با این و اون. یکم سخت بود. آقا خبر رسید، یه 2 خبر بر رسید. خواهر یکی از دوستام و رفیقم همون دوستم
این 2 نفر خودکشی میکنه، خواهرش خودکشی میکنه، دوستش هم خودکشی میکنه. سر چی؟ سر افسردگی. گفتم ببین این یه تلنگر بود بهم خورد. گفتم حسین تو که هیچ وقت به فکر خودکشی نمیرسی و بهش هم فکر نمی کنی، خواهشاً اصلاً یک کوچولو به این قضیه نگاه هم نکن، از جفتش هم رد نشو. آقا من هر کاری کردم افسردگی شکست بدم، شکست ندادم، نتونستم. یعنی تلاش کردم تو این چند سال تا این کروناه خیلی با خودم بیشتر تنها شدم و پیش کسی نمی رفتم، تا اینکه یه جورایی یه شناخت کاملی از خودم پیدا کردم تو این قضیه. بعد فهمیدم اون میگه حسین تو طنز زنده، من فهمیدم من حسین طنز زنده نیستم. من یه آدم جدیه، خشکیم که خیلی مباحث فلسفی و این چیزا رو دنبال میکنه. علایقمو پیدا کردم، مطالعاتمو خیلی بیشتر کردم. آره ببین میدونم چی میگی، به خودشناسی رسیدی. خب ولی تو توی همون طنز زنده بودنت هم همیشه این تهمایه های فلسفی بودن رو داشتی. یعنی ما هر وقت با هم صحبت میکردیم یا دور هم بودیم همیشه این بحثا رو داشتیم با هم دیگه، ولی هیچ وقت بهش دقت نکرده بودم. من همیشه عمیق طنز نگاه میکردم. آره. آفرین. بعد یه روز برگشتم یه روز جلو آینه، ببین من جلو آینه به خودم نگاه میکردم، فقط فوش به خودم میدادم. یعنی دوران ببین افسردگی اینجوری نیست که بگی طرف ناراحت و اینا، نه افسردگی میتونه یه طرف زنده. نمونهش اگه اشتباه نکنم رابین ویلیامز کمدینه بود. آره که خود که آره اون، یا مثلا جیم کری، اینا کمدینایی که آقا نگاهشون کنی بگی بابا چه زندگی شادی دارن، ولی واقعا در اون یه آدمای خیلی افسردن. من تو آینه به خودم نگاه کردم. آفرین. من به خودم نگاه کردم، برگشتم گفتم که باهاش کنار بیا. یه درک ریزی از افسردگی من پیدا کردم و باهاش کنار اومدم و به یه درجه رسیدم. واقعا اینو جدی دارم بهت میگم مرشید، اینم رو خودت کار کن. من الان یه جورای رفیق خودم افسردگی میدونم که چطور خودمو تونستم پیدا کنم و رو خودم کار کردم. من الان بهت اینجوری بگم که 1-2 ماه خیلی بگو بخند و خیلی عادی میگذرونم و اصلا تو فاز افسردگی اینا نیستم. یعنی یه آدم معمولی هم. خب بعضی مواقع میرسه مثلا بهت بگم 1 هفته 10 روز حالم خراب میشه، ولی بازم تو اون حال خرابیه دوباره خودمو برمیگردم نمیذارم که اون افسردگی حسین افسرده قالب این حسین جدید بشه و خیلی خیلی رو من تاثیر میذاره این قضیه. و به جایی رسید که من بعضی مواقع قاطی میکردم، برنامه شبکه‌های اجتماعی ما میبستم، میومدم بیرون، بعد دوباره برمیگشتم و الان یه جورایی بهت بگم درکش میکنم افسردگی و باهاش کنار اومدم. خب ببین الان یه مسئله هست، حالم خوبه خدا رو شکر که حالت خوبه واقعا، ولی اینو میخوام بهت بگم تو به قول خودت 12 سال با افسردگی دست و پنجه نرم کردی. خب آره تو بعد 12 سال تازه قلق زندگی کردن با این موضوع دستت اومد. آره و خیلی فرق میکنه، آدم به آدم فرق میکنه. هر آدمی هر اتفاقی تو زندگیش بیفته واکنش نشون دادن به اون اتفاق خیلی آدم به آدم واقعا فرق میکنه. که من چه جوری واکنش نشون میدم، من اگه بخورم زمین مثلا زانوم زخم بشه ممکنه بخندم بلند شم و بگم که هیچی نبود، کنار من یکی داره راه میاد اون میفته زمین زانوش زخم میشه، ممکنه بشینه همونجا رو زمین گریه کنه و بگه من دیگه نمیتونم بلند شم. یه چیزی هم هست آستانه صبر و تحمل آدم هاست دیگه، اینکه هر کسی توانش چقدره و توان روحیش حتی چقدره که چطوری میتونه با یه قضیه دست و پنجه نرم کنه و به خودش بقبولونه که اوکی زندگی همین کوفتیه که هست و سعی کن با زندگیت کنار بیای. چیز قرار نیست خیلی بهتر و باحالتر و کولتر بشه و زندگی یه آس برات رو کنه که تو بگه اوکی من از این نقطه بعد دیگه خیلی خوشحالم. نه واقعا اینجوری نیست و نمیدونم افسردگی چیز خیلی عجیب غریبیه.
و خیلی پیچیده است، یعنی نمیشه توضیحش داد که چجوری مکانیزمش چجوریه، با تو چی کار میکنه. تو ممکنه واقعا بگی بخندی، یا ممکنه بشینی تو اتاق ساعتها گریه کنی. یه چیز خیلی عجیب و غریبیه، واقعا نمیشه خیلی سطحی ازش گذشت و چیز خطرناکیه. یعنی اگه بهش رسیدگی نشه میتونه تو رو ببره توی سیاهچاله عمیقی که بیرون اومدن ازش خیلی غیر ممکن حتی به نظر میاد. ببین یه چیزی بهت بگم، شاید من افسردگیم یه ذره خیلی کوچیکی از افسردگی تو باشه، ولی من نفهمیدم یه جا فهمیدم اینجوریه، شاید اوکی شده بودم. ولی خب نگاه کن، من یه سری مطالعات ریزی که داشتم بعد فهمیدم اون افسردگی مثلا چجوری بهت بگم، مثلا یه اتفاق بدی برای من میفته، حالمو خراب میکنه. برای تو یه جور اتفاق بدی میفته، حالتو خراب میکنه. مثلا من هفته گذشته یه هفته واقعا غم انگیز و وحشتناکی رو گذروندم. یکی از آشناهای نزدیکمون فوت کرد و سر این قضیه خیلی خیلی من ناراحت شدم و خودمون تخلیه کردم، کاملا خودمون تخلیه کردم. یه مدت تخلیه نکرده بودم خودمو و یه جورایی داخل این مراسم خودمو کامل تخلیه کردم و بهت بگم یکی دو روز واقعا اصلا حالم خراب بود، داغون بودم. بعد به خودم میگفتم حسین تأثیر نذار. بعد اوکی شد دیگه. حالا از این یکی دو روز قضیه مال پیروزه که دارم میگم، سعی میکنم هر روز بلند بشم اون حسینی نباشم که تو خیابون پشت فرمون فوش اینو اون بده. سعی میکنم بگم آروم باش پسر، امروز روز تو خیلی معمول، نمیگم عالی، امروز عالی شروع میکنم، نه حسین امروز روزت معمولی شروع میکنی، برو بس. اینقدر بدم میاد صبح که بلند میشی از خواب تو آینه به خودت نگاه کن، آخه اون قیافه چرک کثیف و تو آینه نگاه کن، فوشش باید بدید. اینکه بگی وای سلام صبحت بخیر، امروز روز عالی داری. واقعا من از این پیجای اینستاگرام یکی این مشاوره، یکی این زرد، این که تو همیشه باید مثبت باش، این واقعا چیز خیلی ضربه زده به همه. این پیجای زرد که دارن مثبت اندیشیه خیلی مسمومه این قضیه. یعنی رسما دارن به تو میگن که تو هیچ وقت اجازه نداری حال بد تو ابراز کنی، ما جایی واسه تو نداریم تو این دنیا. این دنیا مال آدمای خوشحال و شاد و رنگی پنگیه و تو اگه یه ذره حالت بده جایی بین آدما نداری، حتما مشکل از توئه که حالت بده. ببین بقیه مثلا چقدر راحت و خوب دارن زندگی میکنن، خوشحالن، شادن، میخندن، همه چیز زندگیشون سر جاشونه، در صورتی که همش فیکه. یعنی سوشال مدیا واقعا نصف افسردگی مردم از همین قضیه نشأت میگیره که مقایسه میکنن ظاهر زندگی دیگران رو با باطن زندگی خودشون. اصلا ببین اصلا نباید آدم مقایسه کنه، نگاه کنه. ببین خب این که وجود آدم هست حسین، آدم خواه نخواه یه جاهای متوجه هستی که نباید این کارو بکنی ولی میکنی. ببین بابام همیشه یه حرفی به هم میزد، میگفت حسین تو زندگیت هر چی بخوای من بهت میدم. مثلا بگی فلان چیزو بخوام من بعد میخوام. این همیشه بچه بودم بهم، بچه که ما چند سال پیش بود، هر چی. ولی اگه دقت کنی بعضی موقع میذاشتم تشنه یه چیزی بشی تا بهت مثلا تشنت میذاشتم. وقتی که بهت اون چیزو برات مثلا میخریدم تو قدرشو بهتر میدونستی. ببین مثلا ما یه سری افرادی رو میشناسم، حالا مشکل از خانواده‌ام هست و اینکه هر چی میخوام باید در آنی واحد براشون اوکی بشه و اگه اوکی نشه یه دفعه من افسردم بود. آجی اصلا تو افسرده نیستی، تو رو پرو بارا بردم. آره واقعا افسردگی یه چیز خیلی فراتر از این که اسمش هم بد در رفته. همینو میخواستم بگم، اینکه هر آدمی که مثلا افسرده اولا که هر آدمی رو میبینی یه برچسب افسرده رو خودش زده و آره منم بدم میاد از این قضیه، چون این باعث میشه کسایی که واقعا افسردن دیده نشن و جدی گرفته نشن. ببین حرفات کاملا درسته. خب
ببین من یه جایی برگشتم گفتم که آدم باید یه جور کنار بیاد. من اتفاقاتی که گذشته واسم افتاده، اتفاقات وحشتناک که میدونی چی هن، آره خب هیچ وقت فراموششون نمیتونم بکنم و همیشه هم، نمیگم همیشه ولی خب یادشون میافتم. یه اتفاقی، یه کلمه‌ای، حتی کوچکترین کلمه هم که گفته میشه من یاد اون قضایه میافتم. ببین من باهاش کنار اومدم که این اتفاق واسم افتاده و خاطره تلخیه، ولی زندگی رو من نمیتونم به کام خودم تلخ کنم که هر دقیقه اونو به یاد بیارم و به یاد بیارم آقا گذاشتمش یه گوشه و باهاش کنار اومدم. یعنی اون افسردگیه شاید الان درون من باشه ولی باهاش کنار اومدم و ببین یه گوشه گذاشتمش کنار. خب و حتی یه جزئی از وجودت شده. آفره. ببین یه چیز کوچیکه، نمیخوام بهش بال و پر بدم پر رو بشه بیفته دوباره مثل بختک به جونم بخواد دهنمو سرویس کنه. نه اصلا نمیخوام. ببین من شاید این حرفی که میزنم خب شاید برای خیلی ها اصلا درکش سخت باشه، ولی برای یکی از تلنگری بشه آقا یه دفعه بگه آره بذار رو خودم کار کنم. ببین واقعیت رو میگم، دکتر جماعت من قبول ندارم تو خیلی زمینه ها. خب دکتر انسان تو روانشناسی به نظر من خود انسانه، چون خودتو راحت‌تر میشناسی. من پیش روانشناس که میرفتم نمیتونستم برم بهش بگم که برای من اون اتفاقا افتاده، من اینجوری بودم فلان بهم، نمیتونستم بگم. و وقتی که من با روانشناسم به قول گفتن رو راست نیستم، خب پس عملا اون همه وقت و جلسه‌ای که حالا گور پدر پول، اون همه وقت جلسه‌ای که با هم دیگه میگذروندیم و فلان و بهمان همش کشک بود. خودت که میتونی با خودت کنار بیای، خودت که با خودت رو راست هستی، تو آینه نگاه کن بگو فلانی این اتفاق واسه من افتاده، من اینجوریم، من اونجوریم. خودت با خودت حرف بزن. اینقدر با خودت حرف میزنی یه سری نقاطی پیدا میکنی درون خودت که میگی من اینو کشف نکرده بودم مثلا. خب من نوشتنو بعد میری بیشتی نوشتن. آره. من پادکست چند تا پادکست درست کردم قبل رادیو خودمونی. من 2 تا پادکست داشتم دیگه. آره. یکی بنبست بود که در قسمت اول نافرجام موند و دیگه نرفت. اصلا من اونجا فهمیدم. ببین من بنبست یه پادکستی بود، حالا بچه‌ها نمیدونن، یه پادکستی بود اومدم کمدی طنز سیاسیش کرده بودم و اینا. یه قسمت گفتم حسین تو که طنز زنده‌ای، مهشید میگه طنز زنده‌ای، بچه‌ها میگن حسین کمدی اصلی، تو خدای مثلا کمدی. نمیتونستم بیان کنم. بعد اومدم من 1.70 هستم و درست کردم و من 1.70 هستم دقیقا یه تلنگری بود که من رادیو خودمونی رو به وجود آوردم و فهمیدم. حالا خیلی من آدم شاخی و چیزا هم نیستم بگم، من فهمیدم آقا شاید تو این کار خیلی خوب بتونم کمکی کنم، حرفی بزنم، اینجوری میتونم راحت تر صحبت کنم و آره واقعا تو رادیو خودمونی خیلی ببین من تو رادیو خودمونی خیلی خودمم یعنی خود واقعیمه. یعنی واقعا خود واقعیمو دارم ارائه میدم. آره من میدونم اینو. تو همینه بحث اینه که تو یه چیزی پیدا کنی در زندگی که براش شوق و ذوق داشته باشی و بدونی توی این کار خوبی و انجامش بدی، حالا به هر صورتی که هست. من گفتم نوشتن منظورم کار نویسندگی نبود که بخوام تخصصی راجع به کار خودم صحبت کنم. نوشتن این که مثلا بیای روی کاغذ با خودت حرف بزنی و این به طرز معجزه‌آسایی خیلی بهت کمک میکنه که گیر و گورای زندگی تو بفهمی کجان. من واقعا اینو تجربه کردم و نوشتن حداقل میتونی بفهمی که مشکل از کجاست. حالا حل کردنش هیچی، حداقل میتونی بفهمی از کجا داری میخوری و مشکل چیه، تو از چی ناراحتی، چی حالتو بد کرده. ولی بازم میگم یه تصور، یه باور غلط که خیلی فکر میکنم وجود نداره ولی هنوزم وجود داره، اینه که آدم‌ها انگار خجالت میکشن برن پیش روانشناس یا برن پیش تراپیست برن باهاش صحبت کنن و یه فکری به حال خودشون بکنن. اگه بهشون بگی میگم مگه من دیوونم که بخوام برم پیش روانشناس.
و دو حالت داری دیگه، یا تو باید رو راست باشی با خودت، بشین با خود مشکل حل کنی، یا واقعا برو پیش همون روانشناس، خب بگی آقا درد من اینه، من فلانم، من بهمم، من اصلا خود خرم. نه اینکه مثل خرم، من این مسئله میده، من آقا من موندم help me. آره واقعا کمک گرفتن اصلا بد نیست. حرف زدن خیلی به آدم کمک میکنه. من میگم آدم باید با هم گفتگو داشته باشن توی هر شکل از رابطه. حرف زدن معجزه است. حرف زدن، آدما علم غیب ندارن که بدونن داخل تو الان چی داره میگذره، چه افکاری تو سرته. حرف بزن، مشکلتو بگو، بالاخره کمک میکنه. یکی یه جای یه گرهی ازت باز میکنه. و افسردگی واقعا جهنمه، واقعا جهنمه. یعنی خب من یه جورایی میتونم بگم داخلش هستم، ولی آره منم داخلش هستم، ولی الان مثلا دارم سعی میکنم که اوکی افسردگی هست، ولی خب تو هم زندگی تو بکن. نمیخواد بشینی یه گوشه هی قصه بخوری فقط اوورتینک کنی و بگی که خب تهش که چی؟ تهش فقط یه فکری میاد تو سرت که خب این زندگی ارزش نداره، من واقعا باید خودم بکشم، من به هیچ دردی نمیخورم، من به هیچ کس هیچ کمک نمیکنم، وجود من هیچ فایده‌ای نداره. چرا؟ وجود هر آدمی ارزشمنده و باید به خودت کمک کنی. یادت من در روز تولدم همیشه چی بهت میگفتم؟ بله یادمه. گفتم مزخرف ترین روز زندگیم روز تولد منه و همیشه روز تولدم دیدی گفتم که تو همیشه اهمیت بهش نمیدم و همیشه دعوا میکنم با این و اون، میگم آقا تولد نگیری تولد. ولی شاید باور نشه امسال اولین سالی بود که عاشقانه منتظر روز تولدم بودم، نمیدونم چرا، و این که خیلی خیلی دوستش داشتم و والا خب این فکر کنم برمیگرده به همین قضیه که تو یه چیزی رو پیدا کردی که ذوق و شوق داری براش و حرکت میکنی براش و تلاش میکنی براش. من تو این مدت خیلی رک و پوسکنده خیلی چیزا رو به خیلیا میگم و یه سری چیزایی هست من پیشنهاد میدم که خیلی انجام بدن. یه سری افراد هستن انرژی منفی خالصن. آفرین. همون لحظه بذارش کنار. بذارش کنار. تو اینستاگرام میری پست یکی رو میبینی یا استوری یکی رو باز میکنی منفی بلاک، یا مثلا یه کتاب میخونی منفی آتیشش بزن، یه فیلمی نگاه میکنی منفی دیلتش کن، مثلا به همه چی حذف کن. نمیگم برو دنبال چیزای مثبت، نه آقا نرمال زندگی کن، یه زندگی معمولی نگاه کن، ولی حواست به ورودی ذهنت هم باشه دیگه. میدونی یاد چی افتادم؟ اون قسمت شرلوک بود که میگفت این هارد درایو منه و من انتخاب میکنم که چی واردش بشه. آره دقیقاً همین. اون خیلی روم تاثیر میذاره. همیشه هم روش فکر میکنم و واقعیتش هم همینه. ببین ذهن خودته، زندگی خودته، هر که دوست داری میتونی وارد کنی، هر که دوست داری میتونی بندازی بیرون. البته اینم بگم ببین رسیدن به همین مرحله هم تلاش زیادی میطلبه. خب این که تو به یه مرحله برسی که بگی آقا اوکی من یه بار دارم زندگی میکنم و این یه بار بذار خودم برای زندگی خودم تصمیم بگیرم و خودم انتخاب کنم که خودم اولویت خودم باشم و حالم خوب باشه، با آدمایی باشم که باهاشون حالم خوبه. این کوچکترین کاریه که میتونی برای خودت بکنی، چون زندگی این روزای ما انقدر خودش به اندازه کافی چالش برانگیز هست از هر نظری که تو حداقل دایره رفقات، دوستات، آدم‌های نزدیک تو یه جوری انتخاب کن که حداقل وقتی با اونایی حالت خوب باشه، یا حتی بدونی اگر حالت بده میتونی بهشون پناه ببری. رفاقت تو خانواده تو خودت انتخاب نمی‌کنی، هیچ دخالتی تو انتخابش نداری و خوب یا بد باید بپذیری که این قضیه اینطوریه. ولی رفیق برای من رفاقت یعنی خانواده دوم. خودت هم میدونی من آدمیم که رفیقامو واقعا از جون براشون مایه میذارم و برام مهمه که برای چه کسایی دارم این کارو میکنم. و رفاقت یه چیز خیلی عجیب و غریب و قشنگیه، اتفاق بسیار بسیار قشنگیه که اگه درست انتخابشون کنی معجزه زندگیت میتونن باشن همون آدما، چه تو حال بدت چه تو حال خوبت. رفیق واقعا الا ماشاءالله رفیق جمال اینقدر ضربه خوردیم. میدونی چیه
میشه. من یه رفیقی داشتم 7 سال تقریبا با هم دیگه خیلی خیلی با ادبانش بگم باسن در باسن هم دیگه بودیم. بعد آقا یعنی واقعا یکم حولتوریش گل بود و بار اول یه چیزی گذشت، بار دوم آقا ما بخشیدیمش و بار دوم هم یه حرکتی دیگه زد، همش هم حول بودن خودش بوده. یعنی دیگه باید الان باید همه بفهمن حولش چی بود دیگه. خب میفهم. وقتی که میرفت تو رابطه دیگه هیچ کیو نمیشناخت. همه رو یادش میرفت. چند وقت پیش پیام داد، حالا گوش میده گوش نمیده برای من مهم نیست، قشنگ همین تریبون اعلام گفت، قشنگ اومد حرف زد او کجای حسین چند وقتی نیستی خیلی بی معرفتی و این چیزا. ببین من توی یه وایس 2 دقیقه‌ای یا خار مادرش جلو چشاش آوردم، خب با خار مادرش کاری نداشتم، فقط آوردمش جلو چشاش، شستمش، قهوهش کردم، تخریبش کردم، داغونش کردم. با آخرش گفت اگر احساس میکنی که من ناراحتت میکنم منو ببخش، خدا نگهدار. گفتم برو بابا اصلا به من چیه، برو دکمتو بگیر. مسخره نکن. کیو مسخره نکن؟ نه میگم کلا حالا ولش کن. نه من میگم حتی واقعیتش اگه افراد اینطوری، آقا ما مثلا من افرادی میشناسم که طرف میگه که آره من عاشق طرف بودم با هم دیگه تو رابطه بودیم، کات میکنه، پسر خیانت میکنه بهش، میره بعد دوباره برمیگرده که میگه آره دوباره برگشتیم به هم دیگه. آقا برگشتیم به هم دیگه اینا نیست، اینا کسایی که انرژی منفی بهت میدن، باید اینا سریع حذف کنی تو زندگیت. ببین کسی که این کارو میکنه برمیگرده تو رابطه قبلی رفاقتش یا رابطه عاشقانه‌اش، خب خود خره، نه اینکه مثل خره، خود خره، احمقه، به شعور خودش توهین میکنه. حالا استثناء هم وجود داره واقعا تو بعضی موارد، ولی ببین ما خودمون همین کارا رو کردیم. خب من خودم این کارو کردم، ولی من به خودم به شخصیت خودم احترام نمیذاشتم. من الان جدیدن دارم خودم. آره من الان خود واقعی بودم. احترام به خود. واقعا قضیه همینه. تو اگر یه رابطه عاطفی رو کات میکنی، خب ببین آدم سنگ که نیست، تو ربات هم که نیست، خاطره ساخته، بالاخره یه مدتی اون آدم رو دوست داشته و انتخابت بوده. خب و خیلی طبیعیه که وقتی کات میکنین دلت تنگ بشه براش، گریه کنی، دلت بخواد برگرده و هر چیز دیگه ای، ولی باید بپذیری که این فقط دلتنگیه. قرار نیست که تو دوباره برگردی توی رابطه اشتباه که سر تا پاش جهنم بوده و حالا که تمام شده تو فقط خوبیاشو یادت میاد. کلا خاصیتش همینه، وقتی یه چیزی تموم میشه، هر شکل از رابطه ای، دوستانه، عاطفی، هر چیزی که باشه، تو بالاخره به یه دلیلی تموم کردی. آقا به یه دلیلی گفتی از اونجا بعد من دیگه نمیکشم، نمیتونم. بعد یه مدت که میگذره تمام اون بدی‌ها از پیش چشمت میره کنار، تمام خوبی‌ها جلوت ردیف میشه و میگی که این آدم فرشته بود، من دیگه مثل این نمیتونم پیدا کنم. چرا یه ما چیزی اصلا به هم زدیم؟ ما باید برگردیم. اصلا یه چیزی بهت بگم، تا زمانی که خودتان نشناسی و به خودت احترام نذاری، حتی نمیتونی ساده ترین مریضی هم از خودت بکشی بیرون، چه برسه به اون افسردگی. تو خودتو خوب بشناسی. آره و خودتو درک کنی. همش خودشناسی واقعیتش، یعنی خودتو بشناسی. آره واقعا. و ببینی چه آدمی هستی. خب باور کن بمب از زندگی چی میخواد سرتا از زیر آوار در میای میگی من هنوز زندم و تا این زندگی رو داغون نکنم بیخیال نمیشم. و واقعیتش هست. مثلا همین اتفاقی که افتاده با فامیلمون، فوت کرده بودم، آشنامون فوت کرده بود، همه میگفتن آره جایگاه آخر ما همینجاست فلان، ما هم میمیریم، حسین تو هم باید بیای زیر تابوت ما رو بگیری و فلان و بهمان. باور کن برگشتم بهش چی گفتم من تا دهن این دنیا رو سرویس نکردم نمیمیرم و مطمئنم پیر میشم، اعصاب دست، 120 سال عمرم میکنم و زندگی میکنم. و واقعیت هم همیشه هم یعنی نه به مرگ فکر کردم نه به هیچی، چون پایان زندگی خودم، پایان زندگی هممون مرگ هست، ولی پایان زندگی من بازم تو مرگ نمیبینم. و واقعیت پایان زندگی من یه خوابیه که میخوابم، بعدش بلند میشم بقیه زندگی من انجام میدم، حالا چی توی دنیا باشه، یه دنیا دیگه یا توی سیاره دیگه، من نمیدونم. و کلام آخر. آره خواستم اینو بگم که
اگه کسی الان صدای ما رو میشنوه و داره با افسردگی دست و پنجه نرم میکنه، لطفاً 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 بدونه که اینجا آخر دنیا نیست. هیچ چیزی براش تموم نشده، برای انجام هیچ کاری دیر نیست. من واقعاً با پوست و گوشت و استخونم درک میکنم افسردگی رو و میدونم که چه جهنمیه و میدونم که الان خودت اینا هم رعایت میکنی؟ آدم. چی رو؟ الان خودت این چیزایی که میگی رعایت میکنی و بهش فکر میکنی که این دنیا آخر نیست و فلان و بهمان؟ آره من به این نتیجه هر روندت یه روند آدم مثبتیه. زندگی میخواد. آره چون من کمک گرفتم، من میگم رفتم از متخصص کمک گرفتم واقعا. و اینکه اطرافیانم خب بالاخره خیلی تاثیر دارن، خیلی دخیلن تو این قضیه که تو دوباره برگردی به زندگی و فکر نکنن که داری ادا در میاری. تو ببین آدم افسرده که میشه یه پرخاشگری خاصی هم توت به وجود میاد دیگه. آره ممکنه دیگرانو از خودت برنجونی، ولی من میدونم. آره منم خیلی تو خونه درگیری داشتم و من میدونم اگر کسی الان صدامونو میشنوه و این حالاتو داره و پرخاش میکنه، من میدونم اون لحظه‌ای که خودت داری پرخاش میکنی به دیگران، خودت حالت بدتر از اوناست. خودت بیشتر ناراحت میشی وقتی یه همچین چیزایی ازت سر میزنه، ولی دست خودت نیست. فکر میکنی که یکی دیگه اصلا افسارتو گرفت. واقعا افسردگی افسارتو میگیره دست خودش و هر جا که خودش دلش میخواد میبره. ولی باید به یه جایی برسی که بدونی که تو باید افسار اینو بگیری دست خودت و باید صبور باشی، باید خیلی صبور باشی، چون تو یه شبه افسرده نشدی که یه شبه بخواد حالت خوب بشه. و به خودتون کمک کنید واقعا و بدونید که زندگی با همه کثافتش فقط. آره زندگی با همه کثافتش میارزه که زیستش کنی. آره تجربه منحصر به فردیه واقعا. من یه حرفی به همه میزنم، کلام پایانی خودمه. آقا تو زندگیتون هر چی شده واقعیتش تجربه کنید، یعنی تجربه کنید. آفرین. نترسید. نه اینکه تو 30 سالگی، تو 35 سالگی، تو 50 سالگی وسط زندگی مشترکی که حالا مثلا با خانومت و آقاتون، آقاییتون، خانومیتون دارین و اینا، یه دفعه یه سنگی بخور تو سرت برگردی بگی چرا من همچین کاری نکردم. آقا انجام بده که فردا حسرت چنین روزایی نخوری. من حسرت 12 سال زندگی رو دارم میخورم، ولی قشنگ تو 1 سال عقده‌های 12 سالمو خالی کردم. برای همین میگم هر جا جلوشو بگیری منفعته. هیچ وقت فکر نکنید دیر شده. هیچ وقت فکر نکنید که واسه شما دیگه گذشته. نه، هیچی نگذشته. زندگی فقط تجربه است. نگاه به دیگران نکنید، به دستاوردهای دیگران نگاه نکنید. اون چیزی که آدما نشون میدن واقعا نیستن. از زندگیشون خبر ندارین و تمرکزتون رو روی خودتون بذارید و بدونید که همه چیز توی دنیا موقتیه و تموم میشه و میگذره. مهشید واقعا ممنونم که امشب یا امروز برای من امشب ولی برای شما دعوت کردی. دوستتون دارم شدید، به مدت مدید. مراقب زیباییتون باشید. خداحافظ.